بار دیگر درود میگم به بینندگان عزیز رادیو آزادی، به همه آنهایی که همین لحظه به کانال ما در یوتیوب پیوستند به آزادی ویدیو و از آنجا ما رو تماشا دارن. ساعت به وقت پرگه رسیده هست و فرصت است که بینندگان عزیز بازم در چند دقیقه دیگر با شما ملاقات میکنیم. یعنی من برای شما سرخط خبرهای روز رو خواهم گفت و یادتان نرود که ساعت 1 به وقت پرگه تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر پخش مستقیم است بازم در برنامه خبری و در این برنامه باید بگم که موضوعهای مهم شما رو انتظارم. تا اون دمی که برنامه شروع نشده است، وضع فعلی مطبوعات تاجیکستان کی بحران را پشت سر میکند. همه ساله 3 می رو همچون روز جهانی آزادی مطبوعات جشن میگیرند و در دوشنبه هم امروز به این مناسبت همایش جریان دارد. همکاران ما که در این نشست شرکت دارند میگویند دیپلمات‌های غربی محدودیت دسترسی به اینترنت در تاجیکستان را به باد انتقاد کشیدند. تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. تنها همین رو میتونم یادآور شوم که در ماه گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان و نزدیک به خط سیاه جای داد. این سازمان میگه در چند سال اخیر اکثر رسانه‌های مستقل تاجیکستان مجبور بودند یا بسته و یا از کشور بیرون شوند. آنهایی که در داخل ماندند ناچارند با صدبندی‌های اینترنتی مقابله کنند و زیر فشار قرار داشته باشند که آنها را به خودسانسور میبرد. مجازات برای زنگ تلفن. نزدیکان جنایدالله خدایارو یک فعال شبکه‌های اجتماعی که فعلا در محبس رقم 4 زندانی است برای یک زنگ تلفنی به خانواده‌اش به ناحیه رشت برای 2 ماه به اتاق جریمه‌ای جای داده شده است. محبوسانی که به این اتاق برده میشوند برای استفاده تلفنی محبس و قبول غذا از طرف نزدیکانشان حق ندارند. همچنین امکان ملاقات با خویشاوندان به آنها داده نمی‌شود. یادآور می‌شوم که جنایدالله خدایارو سال 2018 با جرم پیروی از جریان مذهبی سلفیه به 5 سال زندان محکوم شد. هرچند خود او و پیوندانش میگویند که او بسیار مقامات را انتقاد میکرد و همین انتقادش باعث به زندان کشیدن وی گردید. مهلت نزدیک می آید. تقدیر سیم کارت ها چی می شود؟ تا انجام مهلت عوض کردن شناسنامه های کاغذی یا نمونه سال 1996 با شناسنامه های پلاستیکی برای دریافت سیم کارت 4 ماه دیگر باقی مانده است. بر اساس معلومات شرکت‌های موبیلی بیش از 3 میلیون سیم کارت با شناسنامه‌های کاغذی فروخته شده است. سوال مطرح این است که آیا در مهلت باقی مانده یعنی تا 16 آگوست امکان عوض نمودن این مقدار شناسنامه موجود است یا نه؟ و سوال از همه مهم، اگر مهلت معین شده پایان یابد و ساکنان نتوانند شناسنامه‌های نو بگیرند، آیا شرکت‌های موبیلی سیم کارت‌های آنها را قطع خواهند کرد؟ در برنامه خبری با ما بیایید و به این پرسش‌ها پاسخ خواهید گرفت، زیرا همکاران ما این موضوع را تحقیق نمودند. پول باج به کجا می‌رود؟ شروع از همین ماه تاجیکانی که به خارج کشور طریق راهخط و یا پوتیوفکا به استراحت میروند باج میسپرند. این افغانی به سیاحان خارجی که برای دیدن تاجیکستان میآیند نیز دخل دارد. در این برابر از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره $50 خراج حتمی ستانیده می شود. قانون درباره پرداخت‌های حتمی هفته گذشته با وجود آنکه در پارلمان بحثی تند را به میان آورد ولی از سوی وکیلان قبول شد. بعضی کارشناسان با اشاره به آنکه تاجیکستان اینفراستراکچور خوبی سیاحی ندارد برای همین ستاندن خراج از جهانگردان را چندان فکری خوب ارزیابی نمی‌کنند. ولی طرفداران این اقدام برعکس میگویند ستانیدن باج میتواند برای فراهم آوردن همین اینفراستراکچور کمک کند. چون و چرای این موضوع رو در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر و از بحر جزا میگذرند. طبق یک برنامه اصلاحاتی که حکومت تاجیکستان پیش گرفته است، قرار است تا سال 2021 کودکس جنایتی تاجیکستان از نو تهیه و قبول کرده شود. کودکس در شکل نو باید قبای بشردوستانه به خود کسب کند و بسیاری از کردارهایی که عین حال برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای سبکتر دیگر مجازات می شوند. باید گفت که کودکس جنایتی تاجیکستان سال 1998 قبول شده است و از 405 ماده عبارت می باشد. تا آن زمان در تاجیکستان کودکس جنایتی اتحادیه شوروی عمل میکرد. خوب، در برنامه امروز درباره آن صحبت میکنیم که احتمالیت بیکار و یا سبکتر شدن جزا برای کدام کردارها در بررسی است.
ва чанд хабари дигар низ ҳаст ки мутмаинам агар шумо ба мо бипайвандед дар соати 1 бо вақти Прага ҳатман дар ҷараён хоҳед буд ва агар то он дам бинандагони азиз видео доред, аксе доред, хабаре доред, дар ихтиёри мо бигзоред ва мо кӯшиш мекунем ки он матолибе ки шумо барои мо мефиристед онро баррасӣ кунем ва дар барномаҳои баъдӣ пешниҳоди бинандагон гардонем. ман ҳамаи шуморо дар пахши мустақим мунтазир мешавам. то он дам рӯзи хуб дошта бошед.